أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلسلة دروس قاعدة خليلي درس ما درس چهارم بود، يعني درس حركة فتحة، که امروز هم إن شاء الله تدريبات حركة فتحة را میخوانیم، يعني كلمات قرآنی حركة فتحة. يعني در درس گذشته ما حركة فتحة را خواندیم، در درس امروز تمرین حركة فتحة را میخوانیم در كلمات قرآنی. التدريب على الفتحة، تمرين بالای فتحة یا تمرين حركة فتحة در كلمات قرآني. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف فتحة ك، شين فتحة ش كش، فا فتحة ف كشف، وقف كشف. دوستان عزیز فراموش نکنین ای که ما وقف میگیم به این معنا وقتی که برای این کلمه وقف میکنیم چگونه تلفظ میشه. این قانون وقف است که برای کدام کلمه وقف میکنیم حرف اخیر ساکن میشود. در هر حالتی که باشه حرف اخیر در حالت وقف ساکن میشه. یعنی ما از این خاطر در این درس وقفا میگیم که ما همراه وقف هم آشنا شویم که بالای کلمه که وقف میشود حرف اخیر ساکن میشود. این قسم نیست که در حالت وصل هم کشفه، در حالت وقف هم کشفه. نخیر، در حالت وصل کشفه، اما وقتی که باز وقف میکنیم کشف. یعنی وقتی که ما تلاوت میکنیم در قرآن کریم بالای هر کلمه که ما وقف میکنیم این قانون وقف است که حرف اخیر ساکن میشود. این را فراموش نکنید، در هر حالتی که باشد ساکن میشود. جیم فتحه ج، عين فتحة ع، جاع، لام فتحة ل، جاعل، وقف جعل. ببینین لام در حالت وقف ساکن می شود، چون حرف اخیر است در حالت وقف جای بجای ساکن می شود. جاعل. واو فتحة و، جیم فتحة ج، وج، دال فتحة د، وجد، وقف وجد. حرف الدال در حالة وقف قلقلة می شود. وجد. خا فتحة خا، را فتحة را، خارا. جيم فتحة ج، خارج، وقف خارج. خارا مفخم، جيم قلقلة در حالة وقف خارج. با فتحة با، لام فتحة لا، بلا. غين فتحة غا، بلغ، وقف بلغ. قاف فتحة قا، تا فتحة تا، قاتا. لام فتحة لا، قاتل، وقف قاتل. ميم فتحة ما، نون فتحة نا، منع. عين فتحة ع، منع، وقف منع. عين واضح شوت، منع، وقف منع. حا فتحة ح، سين فتحة س، حس. دال فتحة د، حسد، حسد، وقف حسد حسد. كشف، وقف كشف. جعل، وقف جعل. وجد، وقف وجد. خرج، وقف خرج. بلغ، وقف بلغ. قتل، وقف قتل. منع، وقف منع. حسد، وقف حسد.